مراسم تقدیم جایزه تماشا میوزیک آوارز 2017 شام 11 مرد در مهمانخانه حیات ریجنسی دوشنبه برگزار گردید. نگین امانقلووا با سرود دل را به دل راه است، شبنم سوریا میازارم، فرزانه خورشید سرشویان، جانیبک مراد عروس زمانوی، مهرنگار رستم ترانه‌باران، دمیربک کالیموف دنیا و دیگران جایزه های امساله تماشا میوزیک آوارز 2017 را در بخش های کنسرت بهترین، کلیپ بهترین، کلیپ رقصی بهترین، ساوند ترک بهترین، کلیپ بهترین به زبان خارجی و البوم بهترین از روی ریتینگ شبکه یوتیوب صاحب شدند. بسیار بزم زیبا، بسیار خرسندم، خوشبختم. این دو جایزه برای من بسیار مهم است، چون یک جایزه برای کنسرت بهترین سال بود، یک جایزه دیگر برای دوئت بهترین سال بود که چون فکر میکنم دوئت خوب بود با دمیربک و هم نوارش هم بسیار نوار خوب بود، زیبایی تاجیکستان در بر داشت. برای گرفتن این جایزه معتبر موسیقی تاجیک در 9 بخش 45 نامزد مبارزه بردند. شرکت تاپ مدیا مؤسس جایزه میگوید که این مکافات به خاطر قدردانی زحمت‌های آوازخوان‌های تاجیک و هم پشتیبانی از استعدادهای ملی سپرده می شود. جایزه تماشا میوزیک آوارز از سال 2015 به این سو به سراینده‌های وطنی تقدیم می گردد.